دیوران عزیز قرار داریم در یک از سردخانه‌های کلانی جمهوری اسلامی ایران در شهر شهرود. اینا که میبینه همه انگور زدگی موضوع بیرون میبریم که کسل میشیم. انگور شهرودی و اتم رویال. این شهرودی است که نهایت شیرین است. سرخچه است و سبز ترک. همین تخمینا تویفی مو بریم. تویفی مو سرخش بسیار است در بالانکو. لیکن این انگور بی نهایت با مزه. هفتش هم نظر نگیر باشد بی نهایت با مزه بوده. من همین انگورها. حاضر ما انگور اتم رویال رو گرفتیم. ما دو انگور رو میخوایم تشویقات کنیم به شما. شهرودی و اتم رویال که نهالش رو با میبریم. ما گرفتیم یک قطی یک ظرفی انگور اتم رویال رو بیرون میبریم که اینجا خنک است. من اکنون با فروش بردم انگوری شهرودی که من نهالش رو با شما میبرم. خدا خواهد بی نهایت با مزه است در حقیقت. و میریم پیش انگوری اتم رویال. آباد باشه آقای آمری با ما همراه مهندس است، این اگرانوم است. من شهرودیش رو ببینید. اگر در ما با این رو ببینید کلانیش رو در ما این رو با نگاه بین کنیم از این هم کلانی خوشو بشود. تو زندگی ما این زور میکنن. این با مزه بود دستی. همقدر شیرین، خام، شکر. اکنون میبینیم انگوری اتم رویال رو. مرحبا. انگوری اتم رویال. این تجربه میشود همچون ملکه تیرمو. این کشمش است. اینو ببینید کشمش کلانیش رو ببینید. خیلی کشمش کلان است. بسیار مستحکم در پایه هایش می ایستد و حاضر ما میکنیم میبینیم چقدر است. انا ببینید این بازودی نمیکند. این ببینید چقدر سخت است. اوه انا دیدید چقدر سخت است. اکنون داخلش ببینید یک میدک دانه نیست. این شما من میبینم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول یک تا خورده بینم. بسم الله الرحمن الرحیم. قصد بکنم. بله کشمش شیرینی نهایت شیرینی میدونم. اگر این رو با از بالای درختش خورد کیفیتش نهایت بلند است. موازی همین رو بشکنیم و داخلش رو کلانیش رو بینید. و این مویز میشد که جنون مویزی میشد که یک لخت بیاید وحیمه بعد نکنیم 80-70 نگویم یک لخت 50. انا یک لخت 40 فروختید مویزش رو کیلوش رو. از 4 کیلوش بگذار از 3 کیلو نه. آقای امیری میگوید از 3 کیلو 1 کیلو میشود لیکن بگذار از 4 کیلو شود. از 4 کیلو 1 کیلو شد شما انگورتون رو 10 سومانی میفروشید گویا. اگر شما 40 سومانی فروشید مویز این رو این بدون است میبریم. خودش نداریم. او مره دونه نیست بدون است. یعنی که این مویز است. هم دیوران عزیز اگر از این باخت کنید من رو اگر همچون آدمی تجربه دار باور کنید بی نهایت مویز بسیار میکنید. مویزهای آسان مویز میشه دانه ندارد و ما اگر بسیار خرید من به شما با نهالی با نرخی نهایت ارزانی دسترس میبرم با آدمایی که باقی کلان میکنم از 1000 دانه زیاد میخرن حرکت میکنم که نرخش رو ارزانتر کنم. انم خیلی کلامی از این انگور بوق میکند من به شما با نرخی ارزان میبرم. من همزیرون عزیز این اکو ولی با درجه اولیش نیست ولی درجه اولیش دیگر. درجه اولیش تمام شد. 3 کیلو یک دویم سورتش. یک خوشه 3 کیلو. این دویم سورتش موندگی است. این درجه اولیش تمام شد. بسم الله الرحمن الرحیم. این انگوره ایگوی که خورده ایستم اینش شیرین با شهرودیش که این دانه دارد و از اینش شیرین. این ملایم
این با مزه همقدر نعمت خدا با مزه بود است که اگر باور کنید بنده بردشون 3 سال پس بیمزه برود اگر در بالای سری من زنید منه اینش هم با مزه اینش هم با مزه همین دو نمود انگور رو نهالش خدا خواهد ما میبرم و کلوری در کور است مراجعت کنید قید کردن هستم که با کسی که با طوری بسیار یک لخت نهالش رو خریداری میکند با وی من با نرخ ارزان خریداری کردم میبرم در پناه خدا باشد خدا نگهبانی شما باشد معقول شدی باشد لایک مونید پادپیساtsiya کنید یگان گپای خوب نویسید